معرفی زندگی نامه یکی از معروفترین میلیاردرهای جهان. امروز قراره با ایلان ماسک آشنا بشیم. خب احتمالاً شما هم تا حالا در مورد ایلان ماسک زیاد شنیدین. ماسک از یک طرف با اسپیس ایکس رؤیای تسخیر فضا رو داره و از طرف دیگه با تسلا موتورز میخواد انقلابی رو در صنعت خودروسازی راه بندازه. ایلان ماسک یک سرمایه‌دار پرنفوذ آمریکاییه که در سال 1971 و در آفریقای جنوبی به دنیا آمده. اون در سن 28 سالگی با فروش استارتاپ کوچیک زیپ2 به شرکت کامپک میلیونر شد. ایلان ماسک در سال 1999 شرکت X.com رو راه اندازی کرد. سال 2002 نوبت به اسپیس ایکس رسید. سال 2003 هم اون مدیر عامل تسلا موتورز شد. سال 2012 ایلان ماسک اولین فضاپیمای تجاری رو به ایستگاه بین‌المللی فضایی فرستاد. ولی جاه طلبی های ایلان به این چند مورد محدود نیست. ایلان رویای شکستن مرزهای زمان و مکان رو در سر داره. در ادامه به جزئیات بیشتری در مورد زندگی شخصی و حرفه‌ای این کارآفرین میپردازیم. ایلان ماسک دوران کودکی و نوجوانی خودش رو در کشور آفریقای جنوبی سپری کرد. ایلان در 10 سالگی صاحب یک دستگاه کامپیوتر شد و وقتی 12 سالش شد تونست اولین بازی کامپیوتری خودش رو بسازه. این بازی که بلسر نام داشت رو با قیمت $500 فروخت. اون در 19 سالگی برای تحصیل به کانادا مهاجرت کرد. بعد از گذروندن 2 سال در دانشگاه کوینز در سال 1991 این دانشگاه رو رها کرد و به دانشگاه پنسیلوانیا رفت. ایلان در اونجا در رشته‌های کسب و کار و فیزیک 2 مدرک لیسانس گرفت. بعد برای ادامه تحصیل در دکترای رشته فیزیک انرژی به دانشگاه استنفورد در کالیفرنیا رفت. اما ایلان 2 روز بیشتر اونجا دوام نیاورد. اگه به زندگی ایلان ماسک دقت کنیم میفهمیم مسیری که طی کرده از این فراز و نشیب‌ها کم نداشته. ورود او به دانشگاه استنفورد همزمان بود با اوجگیری شرکت‌های اینترنتی نوپا. اونم برای اینکه از قافله عقب نمونه به این موج پیوست و اولین شرکت خودش رو با اسم زیپ2 راه انداخت. تأسیس این شرکت نقطه مهمی در داستان زندگی این کارآفرین به حساب میاد. زیپ2 یک راهنمای شهری آنلاین بود که محتوای لازم برای سایت‌هایی مثل نیویورک تایمز و شیکاگو تریبون را تأمین می‌کرد. در سال 1999 شرکت کامپیوتری کامپک شرکت زیپ2 را با قیمت $307 میلیون نقد و $34 میلیون سهام خرید. شخص ایلان ماسک از این معامله تاریخ ساز $22 میلیون به جیب زد. اما این تازه اول راه ایلان بود. قدم بعدی ایلان ماسک دگرگون کردن پرداخت‌های مالی بود. ایلان ماسک در سال 1999 شرکت X.com رو تأسیس کرد. این شرکت در زمینه خدمات مالی آنلاین فعالیت می‌کرد. 1 سال بعد این شرکت با کانفینیتی اقدام و سرویس معروف پیپال متولد شد. در سال 2002 ایلان ماسک سراغ علاقمندی دیگرش یعنی فضا رفت و اسپیس ایکس رو راه انداخت. اون با جاه طلبی تمام میخواست سفرهای فضایی رو وارد مرحله جدیدی کنه. اون قدم به قدم پیش رفت تا اینکه در سال 2008 تونست اعتماد ناسا رو هم جلب کنه.
در این سال ناسا قراردادی با اسپیس ایکس بست که بر اساس اون این شرکت وظیفه انتقال محموله به ایستگاه بین المللی فضایی رو به عهده می گرفت. سال 2012 ماسک با اسپیس ایکس تاریخ ساز شد. اونا در این سال تونستن موشک فالکون 9 رو به ایستگاه بین المللی فضایی بفرستن. اسپیس ایکس اولین شرکت خصوصی بود که تونست این کار رو بکنه. سالهای بعد هم ایلان رکوردهایی رو برای خودش با این شرکت کسب کرد و به تدریج دو موضوع، تسخیر فضا و نجات آینده نسل بشر، به علایق اصلی ایلان ماسک تبدیل شدند. از همین رو مسیر زندگی حرفه‌ایش به دنیای جذاب حمل و نقل هم کشیده شد. تسلا موتورز ماجراجویی جدید ایلان ماسک بود. این شرکت در سال 2003 تأسیس شد و نقش مهمی در زندگی ایلان ماسک داشت. ایلان یکی از بنیانگذاران اصلی این شرکت بود. اون همکنون به عنوان مدیرعامل اجرایی و رئیس هیئت مدیره تسلا موتورز فعالیت میکنه. تسلا موتورز روی طراحی و تولید خودروهای الکتریکی مقرون به صرفه تمرکز داره. در سال 2008 این شرکت رود 3 را معرفی کرد. خودروی اسپورت که در 3.7 ثانیه سرعتش از 0 به 97 کیلومتر بر ساعت میرسه. این خودرو تمام برقی با یک بار شارژ تا حدود 393 کیلومتر مسافت رو طی میکنه. خب امیدوارم این ویدیو بتونه به شما در مسیر موفقیت کمک کنه. ممنون میشم با لایک و کامنت از ما حمایت کنید و با سابسکرایب کردن پرواز انگیزه به کلی ویدیوی انگیزشی دسترسی داشته باشین.